خب در این قسمت می‌خوایم روش دوم قیچی زدن رو به شما آموزش بدیم. گفتیم در قسمت اول دستای شما صاف، تیغه ثابت شما روی بند 3 و می اومد و شست شما حرکت می‌کرد. در این روش همینطوری که دستتون رو گرفتید، دو تا انگشت شما، انگشت کوچیک و انگشت حلقه شما جمع میشه و دو تا انگشت بزرگ، انگشت اشاره و انگشت بزرگ شما رو ببینید به این شکل، به شکل تفنگ بود توی دوران کودکی، جمع میکنید. قیچی کاملا میاد روی دو بند انگشتتون، مچ جمع میشه و شست میاد داخل پدال. به همین راحتی.